سلام عزیزان، چطور میتونیم خیلی سریع سرماخوردگی رو درمان بکنیم؟ راه درمان استفاده از انار پخته است. انار پادشاه و سرور میوه هاست. انار یه داروخانه کامل هست برای قلب، مغز، کبد، شریان‌های بدن، کلیه و طحال. در طب سنتی اعضای رئیس قلب و مغز و کبدن. انار هم مقوی هر سه اینا حساب میشه. اما معجزه‌ای از انار هست که در درمان سرماخوردگی بسیار قوی عمل میکنه. این روش استفاده از انار پخته است. انار پخته یک آنتی بیوتیک بسیار قوی حساب میشه. روش پخت انار هم به این شکله که انار رو میذاریم روی شعله پخش کن، میذاریم 20 دقیقه آرام آرام بپزه. در حین پخت میچرخونیم تا همه جا با همدیگه پخته بشه. بعد میذاریم کنار، کمی خنک‌تر که شد پوست بیرونی رو کامل میکنیم و قسمت داخلی رو یعنی دانه ها رو با پیه و اون پرده های داخل به طور کامل استفاده میکنیم. در این روش سرعت پاکسازی ریه ها بسیار سریع میشه و شخص با 2-3 بار استفاده کردن سر حال میشه و درمان کامل اتفاق میفته. سالم و تندرست باشه.